درود دوستان، خسته نباشید. امیدوارم حالتون خوب باشه. با یک پادکست صوتی تصویری دیگه در خدمت شما هستیم. امیدوارم ما رو با لایک و سابسکرایب حمایت کنید. کانال متعلق به خودتونه و امیدوارم بدونید که این کانال با لایک ها، با سابسکرایب های شما هستش که میتونه به کار خودش ادامه بده. پس امیدوارم حتما ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی هم مطلع بشید. امروز قصد داریم با شما درباره کوادکوپترهای انتحاری بمب افکن FPV صحبت کنیم و این پادکست رو به این قضیه اختصاص دادیم. خب این کوادکوپترها، همه ما با کوادکوپتر آشنا هستیم، با کاربرداش آشنا هستیم. کاربردهای کوادکوپتر هم خیلی زیاده، از سمپاشی توی مزارع کشاورزی بگیرید تا ساخت فیلم‌های تبلیغاتی، فیلم برداری از عروسی‌ها، مراسمات، همایشات. اما ما اینجا با کاربرد نظامی کوادکوپترها کار داریم و اونو میخوایم بررسی کنیم، ببینیم به چه صورته. خب کوادکوپترها دو دسته هستن، کوادکوپترهای نظامی. یکی انتحاری هستن، یه دسته انتحاری هستن، دسته بمب افکن. که دسته بمب افکن غالبا نارنجک یا خمپاره پرتاب میکنن. خب این کوادکوپترها حالا ما برای چی میخوایم امروز بهشون بپردازیم؟ به خاطری که خب میبینیم از صحنه جنگ اوکراین، جنگ روسیه و اوکراین، فیلم‌های زیادی از این کوادکوپترها در اومده و میبینیم که تونستن به حال تاثیرگذار ظاهر بشن. یه نکته جالبی درباره این کوادکوپترها بهتون بگم. طبق تحقیقاتی که من انجام دادم، این کوادکوپترها تو جنگ اوکراین غالبا توسط گیمرها کنترل میشه. یعنی گیمرهای میهندوست اوکراینی که در حال دفاع از اوکراین هستن، غالبا این کوادکوپترها رو کنترل میکنن، چون مهارتی که برای کنترلشون میخواد غالبا همون مهارتایی که گیمرها به حال لازم دارن تا کارشون رو پیش ببرن. نکته اولی که میخوام درباره این کوادکوپترهای انتحاری و بمب افکن بگم، همونجوری که دارین به این پادکست گوش میدید، شما فیلم‌های مختلفی هم از هر دو مدل کوادکوپتر تو همین پادکستمون دارین میبینید و خب به ترتیب همینجور صحبت میکنیم دربارش. نکته مهم اینه که این کوادکوپترها گیم چنجر اصلا نیستن، برخلاف سامانه های مارس که یک گیم چنجر اساسی بود تو جنگ اوکراین. برخلاف توپخانه، انواع اقسام سامانه‌های توپخانه که گیم چنجر ظاهر شدن، اینا گیم چنجر نیستن، نباید بزرگشون کنیم. اما مهم ظاهر شدن. از چه جهت؟ از جهت که میشه با یک کوادکوپتر 2-3 هزار دلاری برداشت، میشه با یک کوادکوپتر 2-3 هزار دلاری چند میلیون دلار به دشمن خسارت زد. چجوری؟ خب این کوادکوپترها هزینه تمام شدهشون 2 تا 4 هزار دلاره. اما اهدافی که ما ببینیم تو جنگ اوکراین دارن هدف میزنن، اهداف چند میلیون دلاریه. مثلا یک تانک T90 رو میرن میزنن، T90M رو میرن میزنن، سامانه‌های پدافندی تور رو میرن میزنن از روسا. یا شما میبینید یک دفعگی یکی از این کوادکوپترهای انتحاری شیرجه میاد روی کامیون حامل سرباز. حالا اون سربازا چقدر برای هزینهشون، چقدر برای آموزششون این مسائل هزینه شده دیگه تخمین بزنید خودتون. یا مثلا روی یک کامیون پر از مهمات فرود میان. اینها باعث میشه که اینا مهم ظاهر بشن. خب شما وقتی میتونی با 2 تا 4 هزار دلار چند میلیون دلار به دشمن خسارت بزنی، اونم دشمنی که به شدت تحت تحریم‌های اقتصادیه، به شدت در محاصره اقتصادی هستش، این دشمن تا چقدر میتونه جنگو ادامه بده؟ مگر اینکه دیگه منابع بی‌نهایت داشته باشه. منابع روسیه خیلی زیاده، کسی در این شکی نداره، اما هر چقدر منابع زیاد باشن، منابع اندکن، منابع محدودن. بهتر اینجوری بگیم، نگیم اندک، بگیم محدودن. برای همینه که از این جهت اینا خیلی مهم ظاهر شدن. و شما میبینید دیگه، از میگم کامیونای حامل سرباز بگی تا کامیونای حامل مهمات تا سامانه‌های پدافندی، تانک‌ها، اینا همه مورد عنایت این کوادکوپترها تو جنگ اوکراین قرار گرفتن. یک چند تا فاکتور داره یک کوادکوپتر نظامی خوب، حالا چه از مدل انتحاری چه از مدل بمب افکن، که این فاکتورها خیلی تو کیفیت اینها تاثیرگذارن. افرادی که میخوان بزنن تو فاز تولید اینا و وارد بازار جهانی کنن، امیدوارم توی شنونده‌های ما از این مدل افراد کارآفرین تولید کننده باشن. به این چند تا عامل باید خیلی دقت کنن تا بتونن کوادکوپتراشون
کوادکوپتراشون بازار پیدا کنه. یکی عامل برده. اینا تو کجا مداومت پروازی دارن، تو کجا برد دارن. 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 30 کیلومتر کوادکوپتر شما پرواز میکنه. این خیلی عامل مهمیه. عامل مهم دوم اپتیک دوربین و دقتش تو شلیک به اهدافه. خب دقت کوادکوپتر چه از مدل انتحاری چه از مدل بمب افکن در نابودی اهدافش به همین اپتیک دوربین برمیگرده. همونجوری که در فیلم هایی که داره براتون پخش میشه مشاهده میکنید، اون دست از کوادکوپترهای موفقن که اپتیک دوربینشون قوی تره، کیفیت واضح تری رو به هادی خودشون منتقل میکنن و این خیلی تو صحنه جنگ تاثیرگذاره. سامانه‌های هدایتیش به حال به چه صورت هستش، مداومت پروازیش رو صحبت کردیم و اینکه قابلیت حمل چند تا نارنجک یا راکت داره. خب قالب کوادکوپترهای انتحاری اینا یک شما اگه تو فیلم ها مشاهده کنید یک خمپاره بهشون وصل شده، یک کشنده‌ای بهشون وصل شده، اینها شیرجه میرن مثلا رو اهدافشون. این چند تا میتونه از اینا حمل کنه. خب این مهمه. یا اونایی که مثلا بمب افکنن چند تا نارنجک رو میتونه حمل کنه، چند تا خمپاره رو میتونه با خودش حمل کنه. این خیلی مهمه. 4 تا، 6 تا، 10 تا. خب هرچی اهداف بیشتری رو بتونه نابود کنه قطعاً تو مزیت رقابتیش تاثیرگذاره. حالا روسا هم دست خالی به حال نبودن، سعی کردن با یک سری اقداماتی این کوادکوپترها خنثی کنن، از جنگ الکترونیک و سامانه‌های اخلالگری که استفاده کردن بماند، تا یک کار عجیبی که کردن مسئله قفس‌هایی که روی سامانه‌های مختلف، رو تانک‌های مختلفشون نصب می‌کنن تا این کوادکوپترهای انتحاری و بمب افکن ناموفق بمونن. حالا عکسش هم اینجا الان می‌بینید، یک نمونهش رو که اینا اومدن یک قفس‌های توری زدن. امیدوارم در ایران هم حالا البته نه به بیریختی و بدشکلی و نامناسبی روی تانک‌ها و روی ادوات نظامی ما هم همچین سامانه‌هایی نصب بشه یا لااقل آماده نصب باشه که اگه خدای نکرده روزی اتفاقی افتاد از این جهت ما ضربه نخوریم. خدمت شما عرض کنم که البته باز هم میگم این جنس این قفس‌های توری برای محافظت از تانک‌ها و ادوات برای در مقابل این مدل تجهیزات خیلی مهمه. امیدوارم که این پادکست براتون مهم و مفید واقع شده باشه. امیدوارم سابسکرایب کنید حتما کانال رو تا از ادامه ویدیوهای ما هم با خبر بشید. شب و روزگار بر شما خوش باشه. پاینده ایران.